هفتم خرداد 1388 همزمان با اقامه نماز جماعت در مسجد علی بن ابی طالب زاهدان انفجاری تروریستی رخ داد. در این حادثه 24 نفر از جمله یک کودک به شهادت رسیدند و 125 نفر مجروح شدند. یک روز بعد گروهک تروریستی جندالله مسئولیت بمبگذاری را بر عهده گرفت. جندالله به سرکردگی عبدالمالک ریگی در سابقه فعالیت خود چندین عملیات تروریستی را در کارنامه دارد. در این حملات تروریستی بیش از 200 نفر به شهادت رسیده و صدها نفر مجروح شدند. عبدالمالک ریگی در زمان جنایات خود همواره از سوی رسانه‌ها و دولت‌های غربی حمایت می‌شد، با اینکه تروریست بودنش برای تمام دنیا مشهود بود. تا جایی که پس از اعدام او دویچه وله آلمان در گزارشی نوشت اعدام ریگی ابهامات را بیشتر کرده. آیا این کار خشونت‌ها را در شرق ایران کاهش خواهد داد؟ اما ریگی تنها تروریستی نبود که از سوی غربی ها حمایت می شد. فهرست بلند بالایی از جاسوسان و تروریست ها وجود دارند که همواره علیه ایران فعالیت داشتند ولی همزمان از سوی دولت های غربی حمایت شدند. جیسون رضاییان، نزار زاکا، محمود موسوی مجد، علی اشتری، شهرام امیری، علی رضا اکبری، حبیب اسیوه، جلال حاجی زواب، امیر میرزایی حکمتی، نازنین زاغری، سیامک نمازی و جمشید شارمهد تنها نام چند نفر از این فهرست بلند بالاست. افرادی که پس از دستگیری و صدور حکم اعدام یا زندان برای آنها موجی از واکنش ها برایشان به راه افتاده، تا جایی که حتی حاضر بودند برای آزادی آنها پول خرج کنند یا وارد مذاکره و مبادله با ایران شوند. علیرضا اکبری نمونه خوبی از حمایت غرب از جاسوسان است. او که به جاسوسی برای انگلیس اعتراف کرده بود همچنان از سوی غربی ها حمایت می شد. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از منابع اطلاعاتی غربی و صهیونیستی در تایید جاسوسی اکبری نوشت او اطلاعات ارزشمندی درباره برنامه‌های هسته‌ای و نظامی ایران در اختیار انگلیس گذاشته است. با وجود چنین شواهد واضحی از جاسوسی اکبری، ریشی سوناک نخست وزیر وقت انگلیس اعدام او را محکوم کرد. وزیر خارجه آلمان هم در حمایت از اکبری گفت ما در کنار دوستان انگلیس خود ایستاده ایم و اقدامات خود علیه ایران را ادامه خواهیم داد. این حمایت‌های همه جانبه دولت‌های غربی از جاسوسان و تروریست‌ها با وجود اثبات اتهام‌هایشان پیامی ویژه برای مخاطبان خاصی دارد. جاسوسان و تروریست هایی که همچنان در پس پرده مشغول فعالیت هستند یا در آینده به کار گرفته خواهند شد، با دیدن این حمایت ها متوجه خواهند شد که می توانند کار خود را با خیال راحت ادامه دهند و در صورت دستگیری حامیان آنها از هیچ تلاش برای رهایی آنها فروگذار نخواهند کرد. تلاش برای حفظ مهره ها یکی از استراتژی های قماربازان اروپایی و امریکایی است.